سخت‌ترین تصمیمی که تا حال در زندگیتان امروزش رو شدین شعرش فکر کنم از مولانا باشه. بله. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. چی بیشتر به زندگی شما مفهوم میبخشه؟ آیا زخمی است که هنوز با شما زندگی کند؟ با یقین آمده بودیم و مردد رفتیم. با یقین آمده بودیم و مردد رفتیم، به خیابان شلوغی که نباید رفتیم. با یقین آمده بودیم و مردد رفتیم. با یقین آمده بودیم و مردد رفتیم، به خیابان شلوغی که نباید رفتیم. میشنیدیم صدای قدمش را، اما پیش از آن لحظه که در را بگشاید رفتیم. زندگی سرخی سیبی است که افتاده به خاک، به نظر خوب رسیدیم ولی بد رفتیم. آخرین منزل ما کوچه سرگردانی است، در به در پی گم کردن مقصد رفتیم. مرگ یک عمر به در کوفت که باید برویم، دیگر اصرار مکن باشد رفتیم. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و نازنین، خوش آمدین به یکی دیگه از برنامه‌های پنجره. مثل همیشه امروز هم یک مهمان عزیز با استعداد و پرتلاش با خود داریم. یکی از خواهرای عزیز ما که ماشاءالله هم دکتر است، هم استاد زبان انگلیسی و همچنان یک نقاش خوب و ماهر و زبردست. امروز خانم نازیه نوری را با خود داریم. خیلی خوش آمدی خانم نوری به برنامه امروز. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. سلام و احترام خدمت شما مجری موفق برنامه و همچنان بیننده های عزیز، هموطنان عزیز که در داخل و خارج از افغانستان ما را بیننده هستند. علیکم، سلامت باشین. خیلی خوشحال هستیم از اینکه امروز به برنامه ما تشریف آوردین. خب ما که همراه شما معرفی هستیم و بهتر است که هموطنان زبان خودتان بشنون و یک معرفی از خودتان داشته باشن. بله، نازیه نوری هستم، محصل طب بخش قابلگی و همچنان مصروف نقاشی ها و کارهای هنری هستم. خیلی عالی. چطور هستین امروز زندگی و روزگار و زمستان؟ به فضل خدا خوب است، همه چی خوب است، خوب هستیم، خدا را شکر می‌گذارم. ایام به کامتان باشه ان شاء الله. شکر. خب شروع از کودکی ها کنیم. تقریبا روال برنامه ما همی شده که شروع زندگیش رو میکنیم. کودکی ها را در کجا گذراندین و چطور گذراندین؟ در ولایت غزنی، در ولسوالی قره‌باغ همونجا تولد شدیم، بزرگ شدیم، حدوداً تا سن 15 سالگی در اونجا بودیم. خیلی عالی. طبیعتاً هر کسی در کودکی یک سری آرزوهایی در ذهن خود داره که مثلا میگم من بزرگ شوم انجینیر شوم، دکتر شوم، خلاصه یک تصوری از آینده پیش خود داره. و این تصورات و آرزوهای شما در کودکی چی بودن و به چی تعدادشان رسیدین؟ آرزوها خب در دوران کودکی بسیار زیاد بوده. هم آرزوهایی داشتم که بسیار بزرگ بوده و همچنان آرزوهای خردی داشتم که به اونا رسیدیم. البته رویاهایی که مثل رویایی که داشتم امی بلدیت کامل و تسلط کامل روی زبان انگلیسی بود. زمانی که خرد بودم و ویدیوها و اخبار انگلیسی رو وقتی می‌دیدم، مخصوصاً تلویزیون BBC وقتی می‌دیدم آرزو داشتم مثل اونا صحبت بکنم و تسلط بر همین زبان داشته باشم و بتونم مفهوم کلمات و جملات اونا رو درک بکنم که به این رویای من رسیدم. و روی بزرگی که دیگه یک داشتم او پیلوت بودن بود و پرواز کردن بود که به اون هنوز نرسید و انشالله روزی به او هم انشالله. فقط میگن ناممکن است. بله. خیلی عالی. بین دکتر شدن، استاد زبان شدن و نقاش شدن کدام از اینا اولتر به زندگی شما آمدن؟ استاد شدن ابتدا وقتی که زبان انگلیسی را آموختم، بعد از شروع به تدریس کردم.
یک شغل یا یک مهارت را انسان به اساس نیاز انتخاب میکنه. نیاز داره و یکم به اساس شوق و عشق و علاقه. نقاشی هایی که شما میکشین به اساس نیاز بوده، این خواستین خودتان عمدن خواستین که نقاش شوین یا نه عشق به اون طرف کشانده شده؟ بعد علاقه شدیدی که داشتم خودم بدون از اینکه زیادی آموزش ببینم خودم بیشتر اکثرش کار کردم و روی بیشتر علاقه داشتم که از چی وقت متوجه شدین که میتونین یک نقاش خوبی باشین یا دمی عرصه دست بالایی دارین؟ ایرا اصلا در دوران کودکی در دوران مکتب هم نقاشی میکشیدم اما نه به اندازه که فعلا کار میکنم روش و حدودا 3 سال میشه که روش کار میکنم و همه 3 سال قبل متوجه شدم که بیشتر میتونم روی مهارت یعنی تسلط بیشتر داشته باشم. خیلی عالی. سخت‌ترین تصمیمی که تا حال در زندگیتان امروز روبرو شدین کدام تصمیم بوده؟ او آموختن همین محصل بودن و دکتر شدن بود برای من. چون علاقه به این شغل نداشتم در ابتدا و واقعا سخت هم بود برای من، خصوصا سمسترهای اولی که میخواندیم بسیار سخت بود و بسیار سخت میگذشت برای علاقه چون نداشتم. زمانی که علاقه وجود نداشته به کار خود کار برای انسان هم لذتش از دست میتادن و همچنان برای انسان دشوارتر میشه و روز به روز وقتی که علاقه پیدا کردیم بهتر شده، الان آسان‌تر هم شد. یعنی دکتری رو بر اساس نیاز انتخاب کردین؟ نه نیازم نبود، از روی بهتر بگیم مجبوریت. اینطوری مجبوریت؟ بله نیاز نداشتم. اما شخصی که 3 هنر بلد باشه زمان یعنی خیلی یک آدم قوی و توانایی است و می قوی بودن برای شما یک انتخاب بوده در زندگی یا نه خودش یک اجبار بوده، مجبور بودین که قوی باشین؟ قوی بودن یک انتخاب بوده. فرض اینطور میگیم که اگر ما در کشورهای دیگه بودیم شاید آسایش و سهولت و امکانات کامل داشتیم، اما در افغانستان در شرایط فعلی که ما هستیم امکانات کم، محدودیت ها بیشتر، اما انتخاب ما قوی بودن هست که باید قوی باشیم و راه و چاره ما همچنان در همین قوی بودن هست. اگر بخوایم که دست از کار بکشیم و دست از تلاش برداریم معلوم است که به جایی نمیرسیم. دقیقاً. تا حالا چند اثر نقاشی دارین از خودتون راست؟ حدوداً شاید 15 تا باشه. 15 اثر. و از اون میان یه تعدادی که اینجاست کدامش برای شما مفهوم خاصی داره و یک ارزشی بالایی داره نسبت به دیگرایش؟ از این میان اگه یک شی انتخاب کنین؟ این هم باشه. بله. باشه ببینیم کدام نقاشی است. هیچ. بله. شعرش فکر کنم از مولانا باشه. بله. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. شعری هست که بیشتر به توجهش به ارزش اینکه دنیا ارزش بیش از این نداره که ما عشق و محبت در زندگی خود داشته باشیم. دقیقاً. نقاشی برای خودتان چی مفهومی داره؟ خودم نقاشی، خودم هنر نقاشی چی ارزشمند کرده برای شما؟ نقاشی چیزی است که ما میتونم خود شخصا، البته کل هنرمندا، اما خودم شخصا زمانی که وقتی نقاشی میکنم تمام همون احساسات و افکار و عواطف و همچنان بالخصوص هنر و توانایی که دارم من میتونم روی نقاشی بیان بکنم بهتر از هر رشته و هر کاری دیگه. نقاشی برای شما یعنی فرار از واقعیت است یا کشف واقعیت است در نقاشی؟ بیان و کشف واقعیت. بیان و کشفش. دقیقاً. هر کسی به نوعی اما پیام خود کوشش میکنه به کسی برسانه. یکی حالا از طریق نوشتن است، یکی شعر است، یکی نقاشی است و شما نقاشی انتخاب کردین از میان. خیلی عالی. تا حالا شده در زندگی به حدی خسته شده باشین که بخواین دیگر رد نقاشی و درس و تحصیل و همه چیز را اعلام کنین؟ بله همچین اتفاق افتاده. واقعا زمان بعضی اینطور بگم براتون که زندگی هم پستی ها داره و هم بلندی ها، دشواری ها، سختی ها بسیار زیاد داره و همین است که گاهن انسان وقتی در بنبست قرار میگیره و فکر میکنه که راهی وجود نداره. البته راه ها هست، گاهن انسان سردرگم میشه و اون زمان است که فکر میکنه که حتما راهی نیست و دست از کار میکشی به مدتی. البته این حالت هم تداوم
همیشگی نداره، تو بگیم دائم الوقت نیست. هیچ احساساتی، هیچ واقعی و هیچ موقعیتی. دقیقاً. و پیروزی هم دقیقاً از اون نقطه به وجود میاد که دیگه تسلیم نمیشی بله. و کوشش میکنی از اون بنبست که امروز برخوردی عبور کنی. میتونی بگی دقیق کدام اتفاق باعث شده همچین حس برایتان دست بده؟ فقط مطالعه یک کتاب بود که باعث شد من برای کل عواطف و احساسات یا سردرگمی های خود تسلط پیدا بکنم. کدام کتاب؟ تکه های از کل منسجم. تکه های از کل منسجم. خیلی عالی. چی بیشتر به زندگی شما مفهوم میبخشه؟ مفهومی که بیشتر میبخشم در زندگی همو واقعیت های زندگی ما که اتفاق میفته و زمانی که این واقعیت ها را و همین حوادث ما پس میکنم، در موردش دوباره وقتی فکر میکنم که از اینا که گذشتم این چه مفهومی داشت در زندگی من و از این چه برداشت هایی تونستم بکنم، چه درسی اصلا گرفتم، این است که بیشتر به زندگی من مفهوم میده. و موقعی که خیلی خسته میشین سراغ چی کار میرین؟ نقاشی یا کدام کار دیگه؟ اکثر نقاشی و مطالعه. به دوتا. به نظر شما ارزش هنر و نقاشی در کشور ما چطوری است؟ چی جایگاهی داره؟ یعنی جدا از ارزش معنویش اگه بخوایم روی ارزش مادیش بحث کنیم میشه به عنوان منبع کسب درآمد حساب کرد؟ بالفعل و بالخصوص در این اواخر نه، منبع درآمد چندانی نیست در افغانستان. ارزش پایه‌گذاری بیشتری نشده و البته حمایت بیشتر نیاز دارد تا همه هنرمندا آثارشان بتونن بفروشن، از او درآمد به دست بیارن. چی کار میشه برای تقویت و برای به اصطلاح بالا بردن ارزش معنوی و مادی امضای هنر و امضای مخصوصا نقاشی انجام داد که بتونن هنرمندایی که نقاشی میکنه با هم شوق و ذوق و علاقه همین کار پیش ببره؟ خب ارزش های معنویش وقتی بخوایم افزایش بدیم اون که درس خود هنرمند است که به چه سبک و به چه روش نقاشی میکنه و با چه احساس و هدفی میخوای نقاشی بکنه تا ارزش معنویش بخوای افزایش بده. اما ارزش مادیش هم روی خود هنرمند تسلط داره و همچنان برمیگرده به جوامع و مثلا حمایت کننده های بخش هنر که اینا باید روش کار بکنن. دقیقاً. و ماشاءالله میبینیم تقدیرنامه های زیاد هم دارین. ولی اینا بخش از وظایف که گرفتیم. این تقدیرنامه از بخش فن بیان در آکادمی زندگی مثبت زمان فن بیان هم خلاص تکمیل کردیم و این هم است از تدریس Work Experience Certificate. بخش تدریس زبان. بله. خیلی عالی. و ایش هم چیان؟ همچنان از آموزشگاه تیسول. آموزشگاه تیسول. در تیسول هم تدریس کردیم؟ بله. ماشاءالله. واقعا ماشاءالله به شما. تشکر. خب به عنوان یک استاد شاگردی داشتین تا هنوز که با شما درس داده باشه، یک درس از زندگی یا چیزی؟ شاگرد؟ بله، درس از زندگی چرا که نه. شاگرد داشتم که بیشتر همون تواضع و فروتنی از اون آموختیم. واقعا تواضعی که در کلاس بین صنف و هم صنفیاش داشتیم و همچنان در رابطه با استاد که احترام و رفتار متقابلش که در ارتباط با استاد بود، از اون خیلی چیزا. تا شده همراه خودتان بدرفتاری شده باشه به عنوان یک شاگرد وقتی که خودتان متعلم بودین؟ بدرفتاری نه. نشده؟ نه. و خودتان هم انشالله نکردین دیگه کارم روی شاگردان؟ خیلی خوب. خب بریم سراغ چند تا سوال چالشی است. بله. آیا زخمی است که هنوز با شما زندگی کند؟ بله. میشه بگین چی است؟ او زخمی هست که هنوز به هیچ کسی نگفتیم و نمیخوایم بیان بکنم. آدمی است و دردهایش. بله. خوشبختی برای شما چی مفهومی داره؟ خوشبختی در کل شاید بعضی، البته تعریف متفاوت وجود داره و هر کسی تعریف خاص خود از خوشبختی میکنه. یکی میگه شاید در پول باشه و یکی هم میگه داشتن سلامتی، یکی هم شاید در خوشی و شادی در زندگیشون خوشبختی رو معنی بکنن. اما خوشبختی واقعی از نظر خود من این است که تو بتونی تمام چالش ها و خوبی ها، حالا چه شادی ها باشه و یا چی
ناراحتی ها باشه در زندگی، چه افت ها و یا چه پستی ها و بلندی ها باشه، تمام اینا رو وقتی بتونی قبول بکنی و بعد بتونی پس بکنی، یعنی ازشان عبور بکنی، اینو میگم خوشبختی. خیلی عالی. و اگر خدای نخواسته آخرین لحظه زندگیتان باشم یالی با کی زنگ میزنین و چی گفتنی دارین برش؟ سوال واقعا سختیه. ایره میتونین فکر کنین رویش یک چند ثانیه، چون فقط یک نفر میتونین زنگ زده. چون واقعا سخته سوال، چون دو فرشته ای که در زندگی خودم وجود داره و به نظر خودم هیچ کدامی از دیگری برتر یا برتر نیست، که از این دوتا اگه مجبور اگر باشین یک کدامش انتخاب زنگ داشته بزنین؟ باشم و مادر. چطور مادر؟ او فعلا پدر و مادر هر دوش به من با ارزش هستن. دقیقاً. کل زندگی و دوره زندگی من همون هستن که هر دوشان بی اندازه برام مهمه. و مادرم که وقتی بخوایم در آخرین لحظه زندگیم قرار داشته باشم قطعا به مادرم تماس میگیرم و با اونا میخوایم صداشو بشنوم. دلیلی که این کار میخوام انجام بدم هم مهری که اونا نسبت به من داره و همچنان خودم نسبت بیشون دارم. زندگی را تا اینجایی که رسیدی سخت‌ترین قسمتش کدام جایش بود برای شما؟ سخت‌ترین قسمتش زمانی بود که دیگه مجبور شدیم تا از رویایی که داشتیم برای چند مدتی، البته نه کلا، قطعاً که روز شاید به او رویا برسم، زمانی بود که باید دست بردارم و اون رویا را به تعویق بندازم و همون هدف فعلا نتونم برسم. و ظاهراً که شما دست نکشیدین، نقاشی‌هایتان میگه هیچ چیزی نمیگه و همچنان فعالیت ها. خب به عنوان یک دختر خانم دو پیام میتونین داشته باشین، یکی برای دختر خانم‌های وطن و یکم برای مردها. برای مردها جداگانه پیام و برای دختر خانم‌ها جداگانه پیام. چی پیام دارین باشه؟ برای دختر خانم‌ها که فعلا من خودم هر کدامشون وقتی میبینم در جامعه بیشتر از خودم فعال هستن، واقعا با دیدن اونا خودم انگیزه میگیرم و فکر نکنم نیاز باشه که من حرفی برای اونا داشته باشم. هر کدام از اونا هوشیارتر و داناتر از خودم هستن، حتی کسایی رو دیدم. و اگر پیامی هم باشه که به کوچکترایی از خودم میخوام داشته باشم و هم سن و سال خودم، اگر هم کوشش بکنین دختر خانمای عزیز، خواهرای عزیزم، که روی ظرفیت هایتان تا میتونین کار بکنین، از ثانیه زندگیتان استفاده بکنین تا ظرفیتتان بالا ببرین در هر بخش رو که باشه. حالا فرق نمیکنه، نقاشی، حالا استادی، دکتری، هر بخشی که دوست دارین کوشش بکنین ظرفیتتان روی همون ظرفیت های کار بکنین و افزایش بدین. اگر پیامی هم برای برادران عزیزم داشته باشم، میخوام از برادرای عزیزم مخصوصا در شرایط فعلی که تمام مادرها خواهرها به حمایتی بیشتر نیاز دارن، به اینا حمایت بکنن. و هنوز هم باز هم با کسانی ما روبرو شدم، واقعا خودم در حیرت هستم که زمانی که یک مرد از یک زن متولد میشه بعد با یک زن ازدواج میکنه، درست؟ و به خاطر یک زن است که ازدواج میکنه و هنوز هم من در حیرت هستم که چطور این شخص احترام به همون زن قائل نیست. از همه برادران و پدران عزیز خواهشمندیم که برای بانوان کلاً احترام قائل شوند و از استفاده کلمه یا جمله سیاست خودداری بکنن، چون واقعاً معنی نامفهوم است و معنی زننده داره که نباید استفاده بکنیم در قبال مادر و خواهرش. تشکر از خود شما. خب خیلی ممنون خانم نوری عزیز. انشالله که روز تمام هموطنهای ما مخصوصا دختر خانم‌های عزیز بتانن به تک تک آرزوها و رویاهایشان برسن و به بلند پروازی ها و آرزوهای که فعلا دست نیافتنی به نظر میرسن دست پیدا کنن و موفقیت هایی که
دوست دارن و به خاطرش می جنگن را برش برسن. انشاءالله. با امید روزی که دیگه هیچ کسی هیچ غم و غصه و نگرانی در دلش نباشن و متخوش و خوشحال مصروف زندگی خود باشن. خب این بود برنامه امروز پنجره. هموطنای عزیز، تا برنامه بعدی و قصه های بعدی شما را به خداوند کریم میسپاریم. خیلی ممنون از تشریف آوری شما. تشکر از شما همچنان. زنده باشید.